مردا خیلی جدی فکر میکنن زنا هر مدل لباسی میپوشن برای جلب توجه اوناست. نه فدات شم. ما بر اساس جلسات لیزر و اپیلاسیونمون لباس میپوشیم که اگه جلسه آخر اپیلاسیونمون دیروز بود دامن میپوشیم، اگه 3 روز دیگه است تا روز موعود شلوار دمپا گشاد میپوشیم. ماها بر اساس دوره پریودمون لباس میپوشیم. اگه پریودیم شلوار تنگ که تا اینجا میاد بالا میپوشیم، اگر تازه تمام شده شورت و سوتین ست میپوشیم. ماها بر اساس خونه تکونی فصلی لباس میپوشیم. اگر هوا سرد شده ولی ما هنوز لباس زمستونیامونو در نیاوردیم همچنان صندل میپوشیم و به نظرمون هوا خیلی هم گرمه. ولی اگه هوا هنوز سرد نشده باشه ولی ما لباس زمستونیا رو در آورده باشیم بدون شک چکمه با دامن میپوشیم. ماها بر اساس مودمون لباس میپوشیم. اگه امروز میخوایم سر به تن هیچکی نباشه خودی میپوشیم، کلاش هم میذاریم سرمون. ماها بر اساس رنگ رژ لبمون لباس میپوشیم. اگه قبل لباس پوشیدن آرایش بکنیم رنگ رژمون هر چی باشه با همون لباس ست میکنیم، میخواد باز باشه میخواد بسته. ما بر اساس زنایی که قراره تو مهمونی ببینیم لباس میپوشیم. جاریمون اونجا باشه قشنگترین لباسامونو میپوشیم. مهم نیست دور همی ساده باشه یا عروسی بابات. ماها بر اساس این لیست لباس میپوشیم و من هر چی نگاه کردم اسم شما رو تو اون لیست ندیدم.